من گفتم شما کفالت داده میتونید که اگر من رفتم از صحنه، نهضت رو از همراهم از صحنه بردم و این تقدیر ملت و اپوزیسیون رو به شما بسپارم، شما میتوانید کرده، یا این 50 در 50 است. خیلی نامردی است که شما یک نفری رو، یک گروهی رو که از وطن رانده شد، حزب رو از دست داد، مالکیت رو از دست داد، پدر و برادرانش در زندان و آشکار مبارزه برده ایستاده است، باید بیاد بگید که اینا از رحمانوف هم بدتر هستند یا اینا رو باید. یک سوال دیگه خوب برای همه شاید خیلی جالب باشه، چرا مخالفین حکومت رحمانوف اونایی که در خارج کشور هستند، خب برای نفرانی به ما معلوم، زیاد به طرف شما شاید تهمت باشد، شاید کریتیک باشد، یا اینکه شاید از نادوستاری باشد، هر حرفای مثلا تحقیرآمیز خب میکارن در صحیفه های خود. شما فکر میکنید سبب در چیست؟ ببینید، اول اینکه منم یک انسانم، خطا دارم، گناه دارم و هیچ انسان عاری از این گناه و خطا نیست و هم حق دارد یک انسان دیگر رو تنقید کند، بخصوص سیاستمداران را. سیاستمدار وقتی که در صحنه برآمد دیگر باید آماده باشد که در زیر ذره‌بین مردم هست، او رو تنقید میکنن، او رو میگوین و حق هم دارم. من از کسانی که انتقاد میکنم ناراحت نیستم و اصلا خوب قبول هم میکنم، اما یک ایده وقتی که میان فقط منفی میبینند، مثلا شما تصور کنید یک انسان در رفتار شما که حالا 40 ساله هستید، شاید 35 40 ساله، در همین 40 سال عمر شما یک عمل نیک شما را هم ندیده است، یک جنبه مثبت شما را هم نمیبیند، فقط تنقید میکنه، سیاه میکنه. شما حق دارید به این نتیجه برسید که این آدم انتقادش خالصانه نیست. شما باوری دارین که یعنی این تنقیدگرایی که شما را تنقید میکنن اینا وظیفه دار شدگی هستند؟ نه، من اولش این که باور ندارم که همه کسانی که مرا تنقید میکنن به انصافند، چون هستن کسانی که مرا تنقید میکنن برای بعضی کمبودیام، باز برای بعضی کارهای خوبم اونها را میگن و در جایی که من مظلوم قرار میگیرم از من دفاع میکنن، در جایی که من ظالم قرار گرفتم مرا نکویش میکنن، تنقید میکنن. این گونه انتقاد را من قبول دارم. اما یک ایده از دوستانی هستند که حالا شما گفتید کسانی که خودشون در خارج هستند، من وقتی که مشاهده کردم یک عمومیت بین اینا هست، چه از جبهه دینی چه از جبهه دنیوی. شما فکر نکنید که تنها یک جبهه ما رو تنقید میکنن، هستن کسانی هم که مثلا چهره دینی دارن، خودشون رو پیشوای دینی میگیرن. سبب در چیست؟ یعنی چرا شما، نه یک نفر دیگر، چرا شما؟ من وقتی که فکر کردم اطراف این موضوع به این نتیجه رسیدم که اون عمومیتی که وجود دارد در بین اونها این است که اونا فکر میکنن که اگر من نمی بودم در اروپا یا اپوزیسیون نمی بودم یا اصلا وجود نمی داشتم، خارج نمی اومدم، یکی از اونها در اون بخش دینی حالا رهبر بود، اپوزیسیون بود، تنها کسی که مانع می شود من هستم. من یا مردم رو فریب کرده ایستادم یا دقت مردم رو به خود جلب میکنم که او یک انسان بسیار وارسته و آگاه و زیبنده و دانا در سایه قرار گرفته است و فکر میکند حتی بعضیش که من عمدن این کار رو میکنم. خب یعنی شما فکر میکنید که مخالفین ما که در خارج هستن یک مشکل شخصی دارن و یک رشک شخصی دارن که مثلا اگر اونایی بود من کم قدرم بالاتر میبود؟ من اصلا اعتقادم این است که هیچ نفر جای کسی دیگر رو گرفتن نمیتونه، هیچ کس جای من رو گرفتن نمیتونه، همچنین که من جای هیچ نفر رو گرفتن نمیتونم. مطمئن باشد که من منوچهر کوهستانی شده نمیتونم، اگر هزار معقول باشد رفتار خودتم و کار خودتم، من نمیتونم شده. بیهوده زور نزنم، هر کس در جامعه جای خودش رو داره. اصلا کسی فکر کنه که یک نفر میاد جای یک نفر دیگر رو میگیره. حتی یک نفر دوست به من گفت که تا روزی که شما هستید، من گفتم چرا خودت تنقید میکنی و صحنه نمیایی که یک نیروی بهتر رو به ملت پیشنهاد کنی که مردم از پس نهضت و پیمان نروند. و من به این نتیجه رسیدم، حساب کتاب کردم، تا روزی که شما هستید ما نمیتونیم در صحنه جا پیدا کنیم. یگانه خدمت شما به ملت، به اپوزیسیون این است که خودتون داوطلبانه بروید از صحنه یک جای دیگر که ما بتوانیم این کار انجام بدیم. من گفتم شما کفالت داده میتونید که اگر من رفتم از صحنه، نهضت رو از همراهم از صحنه بردم و این تقدیر ملت و اپوزیسیون رو به شما بسپارم، شما میتوانید کرده، یا این 50 در 50 است، گو 50 در 50 است، منم کفالت داده نمیتونم که از شما بهتر میکنم. یعنی این قوی بودن شما نفرانی بگیم که مخالفی شما را شکست میدن یا اینکه ناراحت میسازن؟ نه،
این چی چیز است؟ این با قوی بودن من رب ندارد. این قوی بودن شما به معنای یک حزب، به معنای یک فهمیدم. نه این نه با قوی بودن من هم شخص رب دارد، نه قوی بودن هم چون حزب. این با ضعیف بودن طرف دیگر رب دارد. اون طرف در خودش کمبودی دارد، کمبودی رو می‌بیند. به جای آن که بیاید خودش رو کاری کند از من بالاتر کند، تلاش میکند که مرا پایین بکشد به سطح خودش فرا رود. که من فکر میکنم این در سیاست، در تجارت، در کار خوب نیست. من دعوتم از این برادرها چون فرصت شده که برای این است که بیاید این گونه بازی‌های بچگی و کودکانه را کنار بگذارند و اصلا در همین شرایطی که تاجیکستان هست، حتی اگر ما رو دوست ندارن، حتی اگر نهضت رو هم دوست نمیدارن و مطمئنم که رحمانوف رو با کماندش هم دوست نمیدارن، چون احساس میشود یا بیان در پهلوی رحمانوف قرار بگیرن، ما رو ضربه بزنن به طور آشکار، یا بیان حداقل در پهلوی ما قرار نگرفتند، خاموش باشن حداقل یک مرحله، تا اینکه این مردمی که در صحنه بر اومدن، مبارزه کرده ایستادن، جان و مالشون رو در خطر گذاشتن، وطن رو از دست دادن، پدراشون زندانی، اینا حداقل مبارزهشون رو دوام دهند. خیلی نامردی است که شما یک نفری رو، یک گروهی رو که از وطن رانده شد، حزب رو از دست داد، مالکیت رو از دست داد، پدر و برادرانش در زندان و آشکار مبارزه برده ایستاده است، بعد بیاد بگید که اینا از رحمانوف هم بدتر هستند یا اینا رو هم باید ضربه بزنند. من فکر می‌کنم این شاید خاصی فقط تاجیکان باشه، در یگان ملت دیگر شما رو نمی‌بینید.